ichiga solib qo'yamiz. Chiqargani yetik bir daqiqa odam chov borib olibdilar. Pahlavona ko'shish kunindagi Pasha Go'salar aparti. Go'salar aparti Oyisha Nurog'oy Azizi va Oyisha Batiqloy Azizi Panjador Afg'oniston Solim chakida qolish bola. کامل سیغانچی ما جذابتر و خوبتر برای مردم تمام شود. بله دوستان قسمی که شاهد هستیم پهلوانان ما حاضر است تا لحظه دیگه هم با جرا اعلان میکنیم حاجی صاحب صفی‌الله برادر حاجی جنیدالله احمدی را در جمع اسفارا خوش آمدید میگم. همچنان همه شما تک تکتان را خوش آمد خیر مقدم میگم. انشالله که دیسکشن خوب بهتر از شما پهلوانان قهرمان وارد از بیرق داده 2000 خالدی چکیدش بالا میره از بیرق داده نظر به هدایت حکمای میدان صفت الله پهلوان اولین گوساله را برداشت از طرف محترم آقای خلیلبای قیومی 2000 خالدی چکیدش بالا میره. بله دوستان 2000 افغان اعلان شده اولین گوساله این روز ما به مناسبت مجلس عروسی حاجی صاحب احمد جان پسر حاجی صاحب نور آقا اکرمی که گوساله برداشته شده سرگردان به دستان پهلوان است. 2000 افغان جایزه از طرف حاجی صاحب خلیلبای قیومی رابطه تا جریان داره و گوساله به دستان پهلوانی است که نزدیک جرحام است. اولین گوساله از طرف محترم حاجی صاحب خلیلبای قیومی اعلان شده صفت الله پهلوان مسواری است که محترم حاجی صاحب عظیمبای سمنگانی است. 2000 افغانی خالدی چکیدش بالا میره. جالبترین مسابقه بزکشی امروز از طرف محترم حاجی صاحب نورآقای اکرمی به مناسبت جشن عروسی پسرشان حاجی احمد اکرمی نواسه حاجی اسماعیل بای سیغانچی که تمام مصارف و میزبانان این مسابقه قامای سیغانچی است که حضور یک شما مهمانان محترم را از ولایت بغلان، سمنگان و بلخ و کندوز و تخار از ولسوالی‌ها و قریه‌های این ولایت در این میدان بزکشی خوش آمدید و خیر مقدم میگیم. هر روز هم گوساله در اختیار صفت الله پهلوان و سواری اسب محترم حاجی صاحب عظیمبای سمنگانی است. بله دوستان همینطور که پهلوانان سرگردان است کدام پهلوان میتونه از میان این پهلوان اولین گوساله به امتیاز تبدیل بکنه پسران مرحوم حاجی صاحب طلابای بزرگ هم خوش آمدید میگیم. ضربری است تا یک حکم میدان فتوانت حق اعلان و فتوا را کسی ندارد. حکم میدان حاجی اعلان حلال است. یک چک چک و افتخار ضربلی پهلوان به سواری است محترم کچلیالی صاحب با سواری است حاجی محمد الله کچلیالی ضربلی پهلوان توانست که اولین گوساله بزکشی امروز را با سواری است حاجی محمد الله کچلیالی به دایره حلال برسانه و مستحق سالم از طرف حاجی صاحب خلیلبای قیومی 2000 افغان اعلان شده بود از آن خسته بنابراین چونش هم اعلان میشه از بیرق داده از طرف حاجی صاحب برهان سیغانچی 2000 افغانی جایزه اعلان شد. 3000 شدن چکیدهشان بالا میره از بیرق دار بتیم از طرف محترم حاجی برهان عظیمی 3000 افغانی جایزه. حال کنیم که از طرف محترم حاجی صاحب برهان سیغانچی اولین دومین گوساله را اعلان کرده که 3000 افغانی از بیرق دور داده. از طرف محترم حاجی صاحب برهان سیغانچی 3000 افغانی گوساله در اختیار شفاءالدین پهلوان به سواری اسب حاجی صاحب برهانی عظیمی 3000 افغانی از طرف حاجی صاحب برهان سیغانچی اعلان شده. شفاءالدین پهلوان است. شفاءالدین پهلوان اسب حاجی صاحب برهانی عظیمی است. 3000 افغانی از طرف حاجی برهان سیغانچی سالم دارد. هر پهلوانی که گوساله را با مهارت و تکنیک بزکشی به دایره حلال میرساند از طرف حاجی صاحب برهانی سیغانچی 3000 افغانی شفاءالدین پهلوان است. نام خدا شفاءالدین پهلوان بود که یک چکرم بکنید شفاءالدین پهلوان دومین گوساله روز ما را به سواری است حاجی صاحب برهانی عظیمی به دایره حلال رسانه مستحق 3000 افغانی جایزه شناخته شد از طرف 3000 سال دارم
توران است شیرزاده توران است این گوساله را برداشته از بیرق دار بده اولین شهر متوسط ضربلی پهلوان صورت گرفت به سواری اسب حاجی محمد رفیق پیشنهادی دومین گوساله ماهان توسط شفاه‌الدین پهلوان به سواری اسب محترم به سواری اسب محترم حاجی برهان عظیمی و دایره رسانه مستحق سالم شناخته و هاشمی زاده توران است نزدیک جرهم هاشمی پهلوان نامدار حال کنیم که سالم جور از طرف محترم آجسای بسنبای سایبانچی نجیب الله پهلوان است مسابقه در اختیارش است حال کنیم نجیب الله پهلوان سالم جور از طرف محترم آجسای بسنبای سایبانچی اعلان شده که اسباب بریده میره برای نجیب الله پهلوان گوساله در اختیار دارد گوساله در دستان راست نجیب الله پهلوان قرار دارد و آسانی نمیگذارد چون پس از امروز بزکشی است امروز بزکشی است و کشف هم خود نجیب الله پهلوان است این همه پهلوان ها بین خود خوب همدیگر را بلخاص کنند کش کنند بزکشی جالب شود نجیب الله پهلوان است امروز هم از به جیرند و سالم جور از طرف محترم آیشه بسنبای سلیمانچی شناخته شده پیرهای موظفی و امنیتی میدان را به رهبری قماندان صاحب پیکار خوش آمدید میگم در میدان که تمام مسئولیت تنظیم و امنیت میدان مربوط محترم قماندان صاحب پیکار است که در میدان امروز پرسنلشان نظر به هدایت قماندان صاحب پیکار مورد مجازات قرار میگیرد از همیشه جور است بردارن که از طرف محترم آیشه بسنبای سیغانچه سیاه سالم دارد نام خدا هر کس بازور خود ای که پلان شهید پلان است برادری نجیب الله پهلوان جوز پهلوان گوساله را و اسب سرخان خود برداشته که 30,000 افغانی جایزه هر سیمین گوساله این روز ما از طرف محترم حاجی صاحب محمد حسن تمام مسئولیت نظم میدان مربوط عامر صاحب پیکار است هیچ کس حق نداره که در میدان دخالت کنه از سیلبین تا گرفته تا هر کس پهلوان باشه تمام مسئولیت میدان بزکشی که از طرف مقام ولایت و قماندانی امنیه ولایت سمنگان و دوش عامر صاحب پیکار است و سربازایش است هر اتفاق و هر مشکلی که داخل میدان میشه مسئولیتش مربوط به قماندان صاحب پیکار است شما هم متوجه باشین از پهلوانا از سیلبینا خواهش میکنیم که نظر به اطاعت عامر صاحب پیکار عمل کنید سالم جور از طرف محترم آیشه بسنبای سیغانچی اعلان شده و هر پهلوانی که گوساله را به خط میرسانه مستحق سالم شناخته میشه داخل میدان نبیاین از خط بیرون فقط منظم و تو قطار بشینین و نظم میدان رو برهم نزنید دوستان بله دوستان قسمی که توصیه شد از طرف قماندان صاحب پیکار قماندان سمت اول پهلوانا کوشش بکنه که انشاءالله یک جنجال برپا نشه که خدای نخواسته کدام جگر خونی صورت نگیره و گوساله بالا شده توسط کدام پهلوان است که ای که برکت جان برکت الله پهلوان قاسمی است ای که برکت الله پهلوان 30,000 سالم در اثر به محترم حاجی محمد حسن بای سیغانچی 3,000 آفری برکت الله پهلوان از ولسوالی پیروز نخچیر آمده خوب سلام میزنه این پهلوان هم خیلی خوب کش از بین پهلوان ها اینمی تو برادروار بی سر صدا هر پهلوانی که گوساله را با اصول و قانون داخل خط میرسانه نوردنیم تا ای که اکر میدان اعلام نکنه سر گوساله جمع نشین برو خاصه کش کن پهلوانای عزیز اکم میدان آیشه شیرزاده پهلوان و برکت الله پهلوان ولسوالی پیروزبخش به سواری اسب حاجی صاحب قاسم بای برکت الله پهلوان به سواری اسب طرق محترم حاجی صاحب قاسم بای پیروز نخچیری توانست که سومین گوساله را به خط برسانه و مستحق 30,000 افغان سالم از طرف محترم حاجی صاحب حسن بای سیغانچی شناخته شد مامای داماد از همونجا 1,000 چکیده پالیش بالا میره از بیرق دور دادن چکیده پالیش تا 5,000 میرسه 1,000 از بیرق دور دادن نظر به هدایت حکمای میدان از طرف محترم آیشه بشیربای سیغانچی بیرق بر پهلوان
از بیرقدار بودن از طرف ماموی داماد محترم بشیر بای از 1000 افغان شروع شده چکیدهش میره بالا تا 5000. جالبترین مسابقه بزکشی امروز از طرف محترم آقای صاحب جناب آقای اکرمی و مناسبت جشن عروسی آقای صاحب احمد خان بیرون میدان فاول بیرون میدان فاول است. چپاندازا پارتین گوساله را میگه پارتین. آفرین جمع شوید کنید جمع شوید بیرون انسان بالا نکنید. جورا زده بجا وادارن که نظر به ایداد کمای میدان از اونجا جورا پالونا یادی از خط که میبرای زحمت نکشیم فاول است. گوساله که از خط میبرای فاول است. هر کس که نظر به ایداد کمای میدان تا اینکه وصل نشه بالا نکنین و بیرون خط که میبرای فاول است. گوساله رو دوباره داخل میدان پارتین و کار ادامه پیدا میکنه. از طرف محترم آقای بشیر بای سیغانچی مامای داماد 1500 دارن. 1500 شده چکیدهش 500 رفته بالا از طرف محترم عبدالبشیر بای سیغانچی مامای آجی احمد بای اکرمی 1500 نماری جایزه چهارمین جریم رو لحظه برکت الله پهلوان بود که گوساله را به جور رسان و تبریک باشد به صاحب اسمش همچون شفاودین پهلوان و دربلی پهلوان هم گوساله را به چاورم از اونجا جور است های که سیدواس پهلوان است. از اونجا جور است از طرف محترم آقای صاحب عبدالبشیر بای سیغانچی مامای داماد 2000 دارد. های که سیدواس جان سیدواس پهلوان است. گوساله در اختیار دارد و 2000 افغانی از طرف محترم آقای بشیر بای سیغانچی سالم اعلام شده. هنوزم به دستان سیدواس پهلوان شیرپور گوساله قرار دارد که بتانه 2000 افغانی آقای عبدالبشیر خان سیغانچی مامای داماد از آن خود کوتلان پهلوان میکنه. هی نام خدا تشکر از جایزه که برای ما داده از جناب آقای اکرمی از تشویق جناب آقای اکرمی پدر داماد جهان سپاس گوساله در اختیار پهلوان است. 2000 اعلام شده از طرف محترم آقای عبدالبشیر بای سیغانچی. گوساله هنوزم اعلام نشده. پهلوانا برادروار بدون سر صدا سر همدیگر به جای اسمایی نکنین گوساله را کش کنین. جمع شوید همه تون جمع شوید. از بخشی محترم آقای طیبخان جهان سپاس که برای ما بخشی روان کردن تشکر میکنم. ولی دوستان این بود کمالان انداخته بین پهلوانا جمع شوید بیدل ویسال بالا نمیکنین. البته که بالا کردین از بیرق دور میتین. خیلی خوب پهلوانا بین خود جنگ دارن و پهلوانی هم چاپاندازی هم به هر پهلوانی که با زور و با اسب و با مهارت خود بیاره بسیار میزیده. اینمی شکل پهلوانای از خیر ببینین سر هم دیگر بی جای اسبایی نکنین بیدون سر صدا کش کنین. رقابت بینتان دوستانه باشه. بزکشی امروز از طرف جمع شوید از بیرق دور دادن سالم از طرف هایکو پهلوان که از طرف معلوم صاحب فیض آقا و انجوالایشان یه سالم اعلام شده. معلوم صاحب فیض آقا یکی از مربی‌ها و کارشناسای ارشد رشته فوتبال در ولایت سمنگان سالم جور 2000 افغانی اعلام شده از طرف محترم معلم صاحب فیض آقا خان و انجوالایشان و ساحل جان و کلی انجوالایشان که با یک جمعی حضور دارن. سالم جور 2000 افغانی اعلام شده. حاجی محمد پهلوان نام خدا بیا حاجی محمد پهلوان حاجی محمد با حسب حاجی جنید یک چک چک وقتخانه حاجی محمد پهلوان قوام است که به سواری اسب جیرند آیسف جنید الله احمدی گوساله را به خط رساند. تبریک باشه با آیسف سیف الله خان احمدی و آیسف جنید الله خان احمدی. بله دوستان و از بخش آجی محمد بیوار سکن که به سواری اسب محترم آجی از طرف محترم معلم ظلمه قیومی مامای داماد 1500 سالم داره. 1500 از طرف محترم معلم ظلمه خان سیدواس پهلوان است. هی که سیدواس جان هی که سیدواس پهلوان
اثر به مالک زلمی خان قیومی سالم 1500 افغانی اعلان شده که سیدیواز پهلوان شیرپور گوساله را در اختیار دارد. هی که سیدیواز جان 1500 سالم اعلان شده اثر به محترم مالک زلمی خان قیومی گوساله در اختیار سیدیواز پهلوان شیرپور است. این شک سیدیواز پهلوان بیا سیدیواز جان که سالم محترم آیسه معلم صاحب زلمی خان را یک تک تک و افتخار سیدیواز پهلوان شیرپور سیدیواز پهلوان بسواری است پدرش آیسه موسی سرحدی توان گوساله را به خود رساند 1500 سالم معلم صاحب زلمی خان سیدیواز پهلوان نظر خود ساخت یک وقفه کوتاه نظر بسور است. ای ماشاءالله پهلوان برادروار بتازیم بیرون خط نریم پاولاز برادرها داخل میدان نگریم گوساله بالا شده توسط زکی الله پهلوان های که میراجان پهلوان است میراجان پهلوان است هیک پهلوان کریشی خودش از میراجان پهلوان است های که میراجان که 2000 افغان اثر به آیسه اسماعیل بای سایخانچی البته بابای آج احمد جان اکرمی است. شمال دارن شمال بکنین حلال بکنین مستقی جایزه 2000 افغانی که اثر به پدر کلان احمد جان اکرمی جایزه اعلان شده. ای اکای میرا جان نام خدا چه رقم حلال است؟ یک چک افتخار میرا جان پهلوان نام خدا میراجان پهلوان یک از اسطوره ولایت بغلان پسر مرحوم البته رئیس شیرجان احمدزی که امروز اسبایشان به مراسم شرکت کردن حضورشان خوش آمدید میگیم و گوساله را به دایره اعلان رساند از بخششی ادوارخانی اکای میراجان پهلوان جهان صفاست که بسوار اکرامی داخل دامد از بیرق داده 2000 افغان سالم دارد نازنین پهلوان که 2000 افغان از بیرق داده اثر به محترم دوازار افغانی جایزه از طرف که کاکای دامادی اعلان شده که چکشم بالا میره از طرف حاجی خیرالله بای اعلان شده 2000 افغانی از بیرق ای بلوانه 2000 از بیرق داده طرف محترم حاجی خیرالله اکرمی جایزه دارم خامشو بالا گوزار شفاقاتی که خامشو زمینگیر ای والای تو بگرم مجھے بلا بولک شفاقت خامشو بلوان خامشو که طرف محترم حاجی خیرالله اکرمی خاکای داماد والای تو بگرم کجا بلوان بکنی گوزار بگیرم چپا مزای زمین گیر اینجا سمنگان است اینجا جای قهرمان است این بود کسی را برگزار آجی از بیرق داده 2000 اثر محترم آشف خیرالله اکرمی کاکای داماد حاجی سامی جان اسب گلبادامی و شای غریبای سیغانچی از رئیس مدیرعامل بزکشی ولایت سمنگان نوبت رسید به سمیعالله فواد که بسیار به تقدیم راستی دارد که از بیرق دام میدوم و جور میرساند این جایزه حاجی صاحب خیرالله اکرمی 2000 افغانی جایزه های که سمی جان سمیعالله پهلوان از گوساله را در اختیار دارد به سواری اسب محترم حاجی صاحب علیمبای سیغانچی اسب گلبادامی اسب علیمبای سیغانچی سمی پهلوان از 2000 افغانی اثر محترم حاجی خیرالله اکرمی سالم اعلان شده. هنوزم گوساله به دستان فولادی سمیعالله فولاد قرار داشت که گوساله را انداخته چی میگه که بیاید سپاس از همه پهلوانو که زحمت میکشند. تشکر از 1000 افغانی جایزه میراجان پهلوان شمال دارن. هر پهلوانی که گوساله را میبرد شمال داره. سمی پهلوان بود گوسالهش به خط نرسید و گوساله دوباره بالا شد. از همونجا شمال داره جورد شفاقدین پهلوان دست به حاجی برهانی عظیمی بطان شفاقدین پهلوان بازم گوساله نگرده خوب میام ماشاءالله. این اسم حاجی برهان نام خدا پای کرده با دور داده بگیر
نظم جلوه دو بچه در رئیس رو و شفاوتین آخر کیه میتونه گوساله را بچه برسانه که جایزه حاجی صاحب خیر الله کاکای داماده از آن خود بکنه. سپاس از حاجی خیر الله با اکرمیه ماشاءالله. گوساله سرگردان است به دستانه پهلوانا و حال برکت الله پهلوان است در زران. برکت الله پهلوان فیروز نخچیری است. برکت الله پهلوان بتونه گوساله را بچه برسانه. های که برکت جان است به پدرش محترم آقای قاسم بای فیروز نخچیری است. برکت الله پهلوان گوساله در اختیار داره است به محترم گوساله در اختیار پهلوان شماره 10 های که پهلوان های که پهلوان شماره 10 ای گوساله را جدا کرده کدام پهلوان است قیوم طوفان است قیوم طوفان است قیوم طوفان است. تو از اثر به محترم حاجی صاحب خیر الله بای اکرمی اعلام شده. چی شد گوساله قیوم طوفان؟ ای که رمزالله جان ای در رمزالله تو تر بر رمزالله پهلوان است به دمچه که پدر شیر علی بای است. های تر بر رمزالله جان های در رمزالله پهلوان است به محترم پدر شیر علی بای دو در طرف محترم خیر الله بای اکرمی آیشر خیر الله بای اکرمی 2000 افغان سالم اعلان شده که رمزالله پهلوان گوساله در اختیار داره. رمزالله پهلوان چرا بزنه پسر شیر علی بای مقیم جرمنی این رمزالله پهلوان نوجوان است تا بتانه با سواری است دنچه پدر شیر علی بای گوساله را بچه برسانه که 2000 افغان جایزه از طرف کاکای داماد خیر الله بای جنگ رمزالله پهلوان که گوساله از اختیارش بیرون شد نام خدا خیلی خوب کش خدا کرد در میدان زحمت خدا کشید 2000 افغانی از طرف محترم آقای خیر الله بای ای گسمی جان ای بشک سمی الله پهلوان این 4 پاچه گیر سمی پهلوان بیا سمی جان این بلاوت بگیرم سمی الله پهلوان خدا حاجی زلبای پهلوان و سواری اسب محترم حاجی علی بای رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگل گوساله را بچه برسانه مستحق 2000 افغان سالم شناخته شد. سمی الله حاجی صاحب عنایت الله عزیزی حاجی صاحب آقای عزیزی و حاجی صاحب الله عزیزی 5000 افغان سالم چکیده قادیش بالا میره هر پالونی که گوساله را به ریال میرسانه. گوساله برداشته شده توسط پهلوانان که 5000 افغان جایزه از طرف رسیده برادر از قوم عزیزی حاجی بابای کو عروسی پسر حاجی صاحب در آقا اکرمی جایزه را داده 5000 های که پهلوان گلرحمان است گلرحمان پهلوان است. پهلوان برادر بزرگ نجیب الله پهلوان برادر بزرگ صفت الله پهلوان است 5000 جایزه. از طرف محترم آقای عنایت الله عزیزی آقای عزیزی حاجی خدای عزیزی برادران 5000 افغانی چکیده قادش بالا میره هر پالونی که گوساله را با مهارت تکنیک بسکشی. های که پهلوان هنوزم گلرحمان پهلوان است جلوه نام خود جیران سوار 5000 افغان سالم داره. این حاجی محمد پهلوان است اسب حاجی صاحب جنید الله احمدی است. ستاره کولا است با حاجی محمد دیوار شکن است. حاجی محمد دیوار شکن است و در گلرحمان نوباره گرفته گوساله را نفت تقیم چک خود قرار داده. این پهلوان های که پهلوان که 5000 افغان اثر با آقای صاحب عنایت الله عزیزی آقای عزیزی عزت الله عزیزی سه برادران سالم داره هر پهلوان که گوساله به خط میرسه 5000 سالم داره 5000 بیرمن نجیب نگرا بیرمن پنج هزار افغانی جایزه از طرف حاجی صاحب عنایت الله عزیزی حاجی نورالله عزیزی حاجی صاحب فتح الله عزیزی اعلان شده که گوساله سرگردان از میان این پهلوانا هنوز هم حاجی محمد پهلوان ستاره کلاب آقای جنید الله احمدی است در تلاش امتیازگیری ستاره کلاب است. حاجی محمد پهلوان گوساله در تکین داره به سواری اسب ستاره کلاب حاجی صاحب جنید الله احمدی
نام خدایشان طاهر قیومی هم اسب محترم سیدارون آقای کابل مارک سوار است. نام خدا اسب اما تو خوب تند و تیز گوساله سرگردان و دور از جو خیلی فاصله گرفت تا 5000 افغانی جایزه هم جایزه کمی نیست. اصلا ما جنات عزیزی آجات الله عزیز آجی نور آقای عزیزی و مناسبت روی محترم آجی احمد جاکنی زبی پلان آج محمد پلان است. گوساله در اختیار زبی پلان آج محمد پلان است. 5000 افغانی از طرف محترم آجی صاحب عنایت الله عزیزی آشم نور آقای عزیزی آشم الله عزیزی سال اعلان شده 5000 جایزه دارد. گوساله در اختیار آج محمد پلوان ستاره کولاب است. جایزه برادرای عزیزی را کدام قهرمان با کدام از آن خود میکنند در حال تخت تاز نبرد تن به تن میان این چاپاندازان غیور نامدار ولایت سمنگان است. نجیب الله پهلوان است. نجیب الله پهلوان به سوار اسب محترم ایلاقصر میمانای ولایت مزار گوساله را تقدیم دارند. اسب محترم ایلاقصر میمانای ولایت مزار گوساله در کندرول نجیب الله پهلوان سمنگانی است. هایکو نجیب جان 5000 جایزه دارد. 5000 جایزه دارد. اسب محترم ایلاقصر بازور نجیب الله پهلوان است. بله این بار کمالای نجیب الله پهلوان نجیب الله پهلوان قهرمان نجیب الله پهلوان با سواری اسب محترم ایلاقصر میمانای ولایت بلخ و سرخانه محترم ایلاقصر گوساله را به خط رساند و مستحق 5000 افغانی سالم از طرف آقای عنایت الله عزیزی نور آقای عزیزی آقای بیت الله عزیزی که سالم اعلان کرده بود. نجیب الله پهلوان به سواری اسب سرخانه محترم ایلاقصر میمانای ولایت بلخ طرف رحمت الله حکیمی از بیرق دادن 3000 افغانی سالم دارد. از بخششی 1000 افغانی آقای بیت الله عزیزی و هم جهان سپاس 3000 افغانی از طرف محترم آقای رحمت الله حکیمی سالم دارد. شجاع الدین پهلوان و فوتبالر هم است که دوستاش خوش آمدید میگم. آقا چکیده شد چی میگه کمی میگم به افتخار سید واسه پهلوان شیرپور سری از پیش از تیمپور ابرسیار یک تک با افتخار سید واسه پهلوان شیرپور با سواری اسب ابرسیار پدر جامعه شیر علی بای که نام خدایی است و به جوره سرعت عالی دارد. سید واسه پهلوان با سواری اسب ابرسیار پدرش شیر علی بای ابرسیار شیر علی بای گوساله به خط رساند. از طرف رحمت الله حکیمی 3000 افغانی سالم اعلان شده بود که سید واسه پهلوان با سواری اسب ابرسیار پدرش گوساله به خط اون طرف اسب ناخرید آیشه شیر علی پهلوان است. از بیرق دادن گوساله را به خط برساند. از طرف محترم آج واسه حکیمی 3000 افغانی سالم دارد. از بیرق دادن از طرف محترم آج واسخان حکیمی 3000 افغانی سالم اعلان شده. از زبی الله پهلوان است به سواری اسب ناخرید آیشه شیر علی پهلوان. هیدا زبی جان 3000 افغانی از طرف محترم آج واسخان حکیمی نام خدا بلای تا بگیرم. 3000 افغانی از طرف آجی آصفخان سیغانچی اعلان شده که زبی الله پهلوان بطلب از بناو خرید پدر شالها 6000 افغانی پهلوانی گوساله را به جلو رساند. 3000 افغانی جایزه از طرف محترم آقای واسفان سیغانچی 3000 افغانی سالم اعلان شده. هر پلانه که با مهارت و تکنیک و تکتیک بسکشی گوساله را به خط میرساند. سالم میدونه از طرف محترم آقای واسفان سمی پلوان است. هایکو پهلوان 3000 افغانی جایزه از طرف محترم حاجی آصفخان سیغانچی اعلان شد و مناسبت مجلس رئیسی پسر حاجی صاحب نور آقا وای اکرمی سپاس از حاجی طاهر از بخششی 1000 افغانی حاجی طاهر بای قیوم جهان سپاس که 1000 بری ما بخشی روان کردن. جهان سپاس نام خدا خود تشویق کردن. هایکو پهلوان که از طرف محترم آصفخان سیغانچی 3000 سالم دارد. نزدیک جای حلال است. 3000 از طرف محترم آقای آصفخان سیغانچی سالم اعلان شده. چی میگه
حکم آقای میدانچی که تشکر از 1000 افغانی بخشی حاجی صاحب طاهروار. چی شد؟ با سواری اسب محترم مایسر صلاحالدین بای فیروز درچیده بود که صلاحالدین پالان گساله را به خط رسند. 3000 افغانی از طرف آصف خان آیسر آصف خان سیغاچی دار شده اون طرف است. هر کسی صفت الله پالان است اسب آیسر و زنبای است. 5000 از طرف محمد خان زرگر اعلان شده. صفت الله پالان اسب آیسر و زنبای سمنگانی است. هر کسی 5000 صفت الله پالان است اسب آیسر زنبای سمنگانی است. اسب آیسر زنبای سمنگانی 5000 از طرف محمد خان زرگر یک از زرگرهای ولایت سمنگان اعلان شده که نام خدا صفت الله پالان است. 5000 سالم در از طرف محمد خان زرگر. ای وای 5000 افغانی جایزه محمد خان زرگر. 5000 افغانی اعلان کرده. این پهلوان کدام پهلوان است که مستحق 5000 افغانی محمد خان زرگر شناخته میشه. هنوز هم گساله در اختیار صفت الله پهلوان است به سواری اسب سمند حاجی صاحب زنبای سمنگانی که 5000 افغانی از طرف محترم محمد خان زرگر اعلام شده. 5000 پیسه کمی نیست. سالمات دبل شده میره. لحظه و لحظه بزکشی جالبتر میشه. بازم میمانایی که زور نزدیک به بزکشی محترم حاجی عبدالرقا خان اکرمی به مناسبت جشن عروسیه البته حاجی احمد اکرمی نواسای حاجی اسماعیل بای سیغانچی بزکشی برگزار شده. حضور تمامی مهمانان را از ولایت بلخ و بغلان از ولایت همجوار خوش آمدید و خیر مقدم عرض می‌داریم. 5000 افغانی از طرف محترم محمد خان زرگر اعلان شده. بله محمد خانی که در پال چپ و قرار دارد 5000 افغانی جایزه را اعلان کرده که گساله سرگر دارد. 5000 افغانی جایزه محمد خان است. سید مسعود پالوان شیرپور است. شماره ده سید مسعود پالوان است. تازه رسید براج گساله در اختیار سید مسعود پالوان شیرپور است. با شاعر از براج تلاش دارد به خاطر امتیازگیری سالم 5000 افغانی محمد خان زرگر. محمد خان زرگر هم امروز پیوسته به جمع اکرمی ها که 5000 افغانی جایزه هم اعلان کردند. این محمد خان زرگر سپاس از محمد خان زرگر که در پهلی حاجی نورآقای اکرمی اسکار است. مثل حاجی طاهروار، مثل حاجی خلیل بای، مثل حاجی اسماعیل بای، مثل دیگه بای سیغانچی 5000 پول کم نیست. این جایزه از محمد خان زرگر که چی میگه خسته بودو خسته کجاست شیرپور بود که گسالهش به جرم نرسید. 5000 افغانی جایزه اعلان شد. نام خدا سالم محمد خان زرگر خیلی کشفش کرد. بالای تلگرام حیک پلوان شفاءالدین پلوان از اسب حاجی برهانی عظیمی. شفاءالدین پهلوان از میبینم که چی نکل چلا میزنه. این بچه ایسان شفاءالدین پهلوانه که آخرم گرفته بود هفته گذشته. این شفاءالدین است. حیک شفاءالدین جان اسب حاجی برهانی عظیمی است. وقت تازید آمداره کئی میمونه پهلوان و شفاءالدین هم دستوردار نیست تا 5000 افغانی جایزه محمد خان زرگره از آن خود نکرده ماندن ولد نیست. حضور محترم آیسر عبدالله خان شریفی همراه میمانای ولایت کابل که در کنار آیسر برهان عظیمی حضور دارند که بزکشی فردا را محترم آیسر عبدالله شریفی اعلان کرده که همه علاقمندان اطلاع داشته باشیم که بزکشی فردا طرف محترم آیسر عبدالله شریفی اعلان شده که به مناسبت جشن عروسی امید جان پسرشان حاجی محمد دیوار شکن است. حیک حاجی محمد جان اسب آیسر جنید الله احمدی است. بله دیوار شکن است. بلایت میگرم دیوار شکن چی میکنی گساله رکی وای 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 از سر جور خارس منیر رسولی بالا کرده گساله را. 5000 افغانی جایزه محمد خان زرگر خیلی دوام کرد میان این پهلوانا کی میگیره 5000 افغانی را. تشکر از حاجی صاحب عبدی الله شریفی حضورش یک جور هم بعد از این اعلان میکنه فردا هم بزکشی داره بخیر. خود را مخلا بزکشی لحظه و لحظه جالبتر میشه. حضور تماشاچی ها و هوادارهای بزکشی در میدان
افزوده و افزایش پیدا میکنه. بزکشی امروز از طرف محترم آقای جناب خان اکرمی به مناسبت جشن عروسی آقای احمد خان اکرمی پسرشان نوازه حاجی صاحب اسماعیل بای سیغانچی که میزبان این مسابقه بزکشی امروز تمام قامای سیغانچی است که سالمای خوب 5000 افغانی هم تو دبل که لحظه و لحظه سالما بیشتر میشه. خوب تشویق کردن نام خدا بزکشی فردا از طرف آقای حبیب الله شریفی به مناسبت جشن عروسی اون جان شریفی پسرش برگزار شده. بله انشالله که این پهلوانا و این شما و این ما فردا باز هم دیدار ما در همین میدان. اینجا سمنگان و چای دلیران و هیچ پهلوانان است که میتازن. خاصه جدید سالمی جرا سرب محترم محمد خان زرگر که نام خدا یک نیم سال طول کشیدی سالم زرگر. بله جدیدان محمد خان زرگر رضا شد 5000 پول رضا هستم که تا پهلوانا بتانند این دو سال را به خط برسانند. جایزه کمی نیست. این 5000 محمد خان زرگر یک با یک 5000 اعلام کرد. محمد خان زرگر نام خدا در 34 رقم خارستانی رقم سالم و این رقم سیل نظام خدا سالم 6000 خالی چکیرش بالا میره طرف محمد خان زرگر 6000 سالم داره. هر بالونی که گوساله را به خط میرسانه از طرف محمد خان زرگر 6000 سالم اعلام شده. بله اون کم 6000 است که میگه 60000 میرسانه 1000 میره بالا 6000 است که از طرف محمد خان زرگر این 6000 افغانی اگر دوام کرد میره بالا چکیدش بالا میره که پهلوانا هنوز هم در ادامه بزکشی در حال نبرد تن بطن است. هر کسی که سالان از نزدیک دایره حلال از تکیل پلان میکنه شمال دارن. گوساله که در نزدیک دایره حلال میچکه یا از تکیل پلان جدا میشه شمال دوره کلان دارن. 6000 افغانی از طرف محترم آقای صاحب البته محمد خان زرگر سالم اعلان شده هر بالون گوساله رو به خط میرسانه. 6000 افغانی جایزه 6000 افغانی دوران است. شیرزاده دوران است. شیر قرآن است. اصل طرف محترم آقای صاحب شیرزاده پلوان است. از بخششی 1000 افغانی محترم آقای صاحب حبیب الله شریفی جهان سپاس که اولین مهمانان ولایت کابل در میدان شرکت کردند که بزکشی فردا را آقای صاحب حبیب الله خان شریفی آن که 6000 سال دارد طرف محترم محمد خان زرگر طرق آقای صاحب شیرزاده پلوان 6000 سال شیرزاده توران است 1000 بخشی روان کردن محترم آقای حبیب الله خانی. تشکر از آقای حبیب الله خان شریفی و شیرزاده توران است از طرق الحاج شیرزاده پهلوان. این پهلوان هر کدام به نامه خود سرازمایی خود را کردن اما معلوم نیست که کدام پهلوان 6000 افغانی محمد خان زرگر است. جان خود میکنه که جوری بعدی هم از طرف حبیب الله خان شریفی اعلام میشه معلوم نیست چند است. هر کسی با جناسب مرحوم طلبای بزرگ است. اسب مرحوم آقای طلبای بزرگ است صفات الله پهلوان 6000 سالم داره. این اسب میگرده در تبع دل صفات الله پهلوان. اسب مرحوم آقای طلبای بزرگ است که صفات الله پهلوان جلوهایش میبینیم که 6000 رسیده نزدیک دایره حلال است. صفات الله پهلوان است. هایی که 6000 قهرمانی چیپاچی کرده کلهی الها طلبای بزرگ بطانه گساله را بجور برستانه یک خدا خوب میکرده کلهی مرحوم طلبای بزرگ است که صفات الله پهلوان هایده محمد پهلوان است. محمد پهلوان گوساله را در تقیم صفات الله پهلوان جدا کرده و گوساله در اختیار در 6000 افغانی طرف محمد خان زرگر فاول است بیرون میدان فاول پهلوان است. هر که شفاعت جناسب برهان عظیمی است. شفاعت پهلوان شفاعت آقای برهان عظیمی شفاعت پهلوان 6000 طرف محمد خان زرگر بطانه شفاعت پهلوان 6000 افغانی جایزه محمد خان زرگر را از خانه خود کنه. اینا میگه بزکشی اینا میگه تاخت اینا میگه نبردیر کن بطن میانی پهلوانان تیرسوار. تلاش کنیم که 6000 افغانی محمد خان زرگر اعلان شده. ببینیم نصیب کدام پهلوان میشه. هر پهلوان به نوبه خود زحمت هنوز هم شفاعت پهلوان چاپان دو آقای برهان عظیمی است. دستوردار نیست شفاعت پهلوان با سواری از تاج برهان عظیمی هنوز هم دست پنجه فولاد شهر نشده باشد میبره سمت جا این پهلوان با نام و نشان رئیس 6000 افغانی جایزه خیلی طول
Puskesi. İnol şuna Puskesi. Hadi bakalım. Gosalara partı Palavancan gosalara partı. Gosalara iyice dersiyeni sıfadar gosalara. Adamı açılaskayı haftaza salimler haftaza. Adamı açılas haftaza kuran koyularından muhla gosalara. Zarbali. Ey namı Kuda. Ey namı Kuda Zarbali kullanma. Diye balay da bir gira. Kira kamaz. Gosalara Zarbali. Allah niye Zarbali canı. Toyşo Zarbali toykalı namı Kuda. Zarwali palwan baswari aspe muhtaram bati mere samt paida az paida darbate choy zaise azara pani Safiyullah Ahmadi brother Haji Junaidullah Ahmadira dar kochi asker kholos yobati bu bayrak ubar kasaram muhtaram Haji Safiyullah Khani Ahmadi se azara pani bayrak pura از بخشش محترم محمد خان زرگر جهان سپاس که 1000 بخشش نهاد کردند از بیرق دار بخوره پهلوانا بیرق نشده پهلوان bayrak نشده نظر به شیرزابای عظمت در مخابره داره bayrak نشده میگم bayrak از پشتر bayrak دار بودیم پهلوانای عزیز اون bayrak عظمت را تایی که از پشتر دوره نخوره bayrak پورا نیست چه شد bayrak شده مثال شده نشده شیرزابای مخابره عظمت شمال کلان جورست سیاه طرفان سرور محترم باشه صفیالله خان احمدی ایران شده دوره کلان جورست صفت الله پهلوان است صفت الله پهلوان است اسم پسران مرحوم باشه طلبای بزرگ است سیاه طرفان سرور باشه صفیالله احمدی سالم داره اثر باشه صفیالله احمدی سیاه طرفان سالم داره صفت الله پهلوان است حاجی طاهر بھائی دوره کو حاجی طاهر بھائی یکم دوره که دمی کبرا رید سیاه طرفان حاجی صفیالله احمدی نشونه برادر حاجی جنیدالله احمدی حاضردار حالی زبردست بسواری هستی مرحوم طلبای بزرگ این صفت الله پهلوان من شهود منو چیمه گاٹھا میں بایدہ یک چک چک افتخاری بلا جبی جب صفت اللہ پهلوان قهرمانی تیر بچه بسواری هستی بسران مرحوم حاجی طلبای بزرگ ای گسولار بچه رسول الله مستاق سیاز و پولیس سال مسرده حاجی صفیالله احمدی شناخته شد اعلان شد جناب مصطفی خان گوشالا بالا شده سر به مصطفی خان پسر آشه صادقای شیخانچی 30,000 سالم داره چکیدهشم بالا میره باستان 3,000 پولی کم نیست که چکیدهش بالا میره گوشالا سرگردان است بالا شده 3,000 افغانی از طرف صادقای شیخانچی بعد از جوری صفت الله پهلوان کدام پهلوان نوبت میگیره با گرفتن جور جالب ترین اینا دانچه که شیرانی باید سید مسعود پهلوان 30,000 حسن رقم مصطفی خان پسر آشه صادقای شیخانچی یک دقیقه بیا بالای تا میگیرم سید مسعود پهلوان المس شمارت بیا بالای تا میگیرم بیا سید مسعود پهلوان نام خدا بسیار با چالاکی و با سرعت تیز اسب دانچه که محترم شیرانی بای رسولی بود که سید مسعود پهلوان شمارده ولایت سمنگان با سرعت دانچه که محترم شیرانی بای رسولی توانست که گوشانه را بخط برسانه و سالمه 30,000 افغانی مسابقه بزاری آشد صادقای شیخانچی را یک
البته سید مسعود پروان شمارده بود که با سوارت به دانچه که محترم شیر علی بای رسولی گوساله را مقدر رسان سید الله شوال دیر پرتو جمیل پرتو گوساله را اوجا آمد که در بات نلو حالا یوسف پهلوان است یک چک بچه‌خواری یوسف پهلوان اکرمی نام خدا پهلوان یوسف اکرمی بود که با سواری اسب خودش گوساله را به دایره حلال رساند و مستقیم یوسف جان شما را در نام خدا یوسف پهلوان بود که تخت تاج خود را کرد کم جوان است یوسف پهلوان بالای بگیریم بیجا که اکثر کامران برقش خلاص شده بچه پیش خلاص شد ایکر که طرف آشد عبید الله شریفی سید مسعود پهلوان از بیرق شده از طرف نام خدا دانچه کرد که سید مسعود پهلوان از 5000 از طرف آشد عبید الله شریفی دانچه کرد سید مسعود پهلوان چه میگه کم؟ یک چک وقت خواهد سید مسعود پهلوان شماره 10 یک چک مختار سید مسعود پهلوان شماره 10 بازم دانچه کرد خوب آمد ضربه ای کرد سید مسعود پهلوان بود که با سواری از به دانچه که محترم شیر علی بای رسولی بود که سالم از طرف آشای عبدالفتاح خان جشن عروسی پسرشان آیسه احمد خان اکرمی نوازه آشای اسماعیل بای سایقاجی را شده های کرش میرا جان 5000 سپاس از آجی صاحب عبدالفتاح خان که 500 افغان جایزه نمو رسانده جورت گوساله جورت های که میرا جان کریش خودشان 5000 از طرف آشای عبدالفتاح خان یک چک اینی را میگن نام خدا این بیرقش مکمل یک چک به میمان ولایت بغلان بغل بگیرم این پهلوان چک بکنین خوب یک چک میرازان پهلوان بود که با سوار اسب اسکارت خودش میرازان پهلوان با سوار اسب اسکارت خودش بود که گوساله را به دایره حلال رساند گوساله را میاریم سمت چپ پیش رینجر سید منصور پهلوان شیرپور و سید رسول پهلوان شیرپور هم تازه آمده هم طرف قالین آمد حاجی صاحب عبیدالله آن کسره حاجی عزیز الله پلاتر از پشتخواستیای پایان به افتخار پای آتیه افچان اکرمی 5000 افغانی یک چرا برخواه بگیره تا که چکی بیش میره تا 25000 افغانی سید منصور پهلوان است که گوساله در اختیار داره که 5000 از طرف محترم آیسه عبیدالله خان اعلان شده آن قالین آمد ای که سیدی واس پهلوان گلوبادا میسوارد گوساله در اختیار سیدی واس پهلوان گلوبادا میسوارد که سالمی که رسالت آیسه عبیدالله خان اعلان شده 5000 چپان یا قالین است خواهیم که پهلوان خواهیم که سیدی واس پهلوان که 5000 از طرف آجی عبیدالله اعلان شده 5000 افغانی جایزه آجی عبیدالله باید پشتیای پایان پسر آجی عزیز الله پلاتر خودم پهلوان از آن خود میکنم گوساله نزدیک چی است؟ یک شمال کلان بیدل شمال اسرف نیست هم گوساله بالا شده 4 پاچه شمال دارد هر پهلوانی که گوساله را گرفته زمینگیری کرده شمال دارد که سالم 5000 افغانی محترم آجی عبیدالله خان رهبر قسمی پهلوان جگرده گوساله در اختیارش بود 5000 جایزه از طرف محترم آجی عبیدالله خان باباجی محترم آجی عبیدالله خان 5000 جایزه اعلان شده که کدام پهلوان زمین پهلوان گوساله زمین است 5000 از طرف محترم آجی عبیدالله خان جایزه دارد هر پهلوانی که بتونه این گوساله را شورک نته قانونی بسکش 5000 افغانی جایزه از طرف آجی صاحب عبیدالله خان پسر آجی عزیز الله پلاتر آشناسایی پایان اعلان شده 5000 افغانی زمینگیر است کدام پهلوان زمینگیر است آفرین پهلوان برادروار تازه برادروار بچه آجیز بیرق
her pahlavon gibi varlara aslayla. Tam da cümle sonra panca zara konuşacağız. Yedini bayrak bu sene cümle. Azamıca curas nazar bayi derse yakın maydanoza şırları balon azamıca curas. Her balon kosalara meykana şamali kalan amca curas. Panca zara tarafı muhtaram oçisayı bu meydana khan salim zara. Panca zara konuşacağız. Curas azamıca her pahlavonu gibi dona kusalara. Batayra bıraşarak kusalar ki panca zara konuşacağız. Asırım oçisayı o baydayla. Khan kusarı acı. Acizullah boy kalantan. Ve hayra sonra ve kurana. Hayda Turan asmaya şaşırdığı kalwana Turan'ı şaşırdığı falan şaşırdığı Turan pancadan atarı muhtaram acıbaydı lakan cözedara Koşara deftiyara şaşırdığı Turan'ı basıvar asdı Turan'ı acı şaşırdığı kalwana şaşırdığı Turan açması var karı asdı acı şaşırdığı kalan koşara deftiyara pancadan afani atarı muhtaram acıbaydı lakan salim ilan şuda $7 şuda, bardalar $7 şuda tarafı, Hacı Ubaydullah, kuşbaşı koyan kusarı Hacı Azizullah, kalanda $7 bardalar, $7 tarafı muhtaram Ubaydullah Khan, Hacı Ubaydullah Khan ilan şuda, her balon kuzalara bakar verir $7. Hay Kısıfatullah Palvan, hay Kısıfatullah Palvan. Asfir, Cirandi, Aksel Cunaydullah Ahmadiyat. Mujibcan berke, Mujibullah Burmundaki, Mujibcan. Mujibcan berke, $7. Hay Kısıfat Palvan, hay Kısıfat Palvan, Asfir, Aksel Cunaydullah Ahmadiyat. Sıfatullah Palvan, Asfir, Aksel Cunaydullah Ahmadiyat, $7 tarafı, Aksel Ubaydullah Khan. Mujibullah berke, Eyne Ramzullah Palvan, Eyne Ramzullah Palvan, $7. $7 Ramzullah Palvan'ı basdı. Amparatoru Şirali boy kalacak. $7 tarafı. Muhtaram Hacı Ubaydullah Khan. Amparatoru Şirali boy yazdı. Ramzullah Palvan kosalar ihtiyar doğru. हाँ वही लो दाखिल रेंजर आसाइसे मेटर मुफ्ता प्यादर शराय kadar $7 nazik gaire alana saykır Ramzullah Haydar Ramzullah ke asre Fadar Şirali boy Rasuliyas Amparatur $7 barabar nasıl kıram pahnavar beşerki vahod Salahuddin Mamati pahnava Salahuddin Mamati buradari meci palvar gitala $7 barabar ona khud kula $7 Salahuddin Palwana Muhammad Palwana Shashira Salahuddin Palwana Muhammad Palwana $7 sarve Hacı Ubaydullah ilan şuda Hayki Salahuddin Palwan $7 cezedara her konu kozalı oda kadar Memori kalkırın adlikleri musleşi olmayan hoş amedel khayr mardam var fıdarın Salahuddin Palwan'ı kozalı dakçal dora ki $7 Hazarfe Hacı Ubaydullah Khan ilan şuda Tahtakta ziryan değerli yani pahlavona Tamkinası Zedele kandele tayni pahlavona Salahuddin Mamati mesela batakini khud dora ama kıyane var diye pahlavona destardar nista vah Salahuddin Mamati destardar nista ondan olayı kosola hadis ki $7 caiza hasrefe Hacı Ubaydullah Khan ilaşına namu khuda khayli kashaf khayli birodar var hamı da palvana yaziz birodar var dostona bayni khud do'stkashi kuni Shafoddin Palvan asbe Hacı Burhani Azimiyat Ko'sala daftari Shafoddin Palvan asbe Hacı Burhani Azimiyat $7 tarafı Hacı Ubaydullah Khan joyda dora yaşasın Hacı Ubaydullah Khan Hacı Azizullah boy kalaplarını boğula izgalar ilan kılıktı Mucib Khan'ı hakası Nala Shafoddin Pahlavona Yazıki çülesi Pahlavona Hayki Shafoddin Khan asbe Hacı Burhani Azimiyat Shafoddin Palvan Hacı Burhani Azimiyat Ko'sala daftari Haydi $7 ilan şuda paysayı kaminiz Harukam Shafoddin Palvan'ı Gantip nazar şuday
اطاعتن سری پهلوانی که از اسبش منحرف بشه این نمونه سید مسئول شیرپور گرفتن سید مسئول شیرپور گرفتن که بطانی گسالان بچه برسانه جایزه سالاری بچه دلار ازانه خودگان آتی بایم خوش آمدید آتی بایم عزیزم ای کسر خرید آشا شرگامی پالان است سید مسئول پالان است حسب نو خرید آشا شرگامی پالان است سید مسئول پالان شیر $7 جایزه دارد آسری نوکری داشته شروع کردن $7 جایزه دارد. آسری داشته عبیدالله خان. بله. میسایت مشابه آسری نوکری از هنچه که بود پهلوان است. یا بیشتر خود چه خود چلو میگرد پهلوان بچه چلو بزن. چلو بزن پهلوان بزن میگه پهلوان میگه. پهلوان شیر هم چلو بزنه. شرکتی چلو بزن تکمیشه. شایباش درسته. شاید مثلا پالان شیرپور بود که بس وارد به نوخرید پرگتی مولی فدراسیون دستکشی و سازمان آنها آیشا شیروانی پالان بود که گساله با تکنیک و تاکتیک گساله را بخاطر رساند مشتاق $7 از طرف محترم آیشا عبیدالله خان بود که شاید مثلا پالان شیرپور جایزه برای ما روان کرد همچنان شاید مثلا شیرپور هم جایزه برای ما داده یک دنیا وان وزاره ببریم بیرق که جایزه هم اعلام نشه پالونا سر صدا نکنیم سر گساله جمع شید برین سر گساله برین برو پالونا سر گساله برین جنجال نکنیم سر گساله برین نام خلاص طرف محترم آیسا وادبای 5000 جایزه دارد ستاره کلاب است اسب آیسا جنیدالله خان احمدی است بیرق تمام است و گساله چور است بیرق شده و گساله چور است همه طور است الو های که 5000 طرف وادبای چور است از بیرق دار داده شده چور است چی میگه پهلوان آکل میدان حاجی محمد پهلوان تیمور شکر نام خدا ستاره کلاب آیسا جنیدالله احمدی بود که حاجی محمد پهلوان بی حاجی محمد جان حاجی محمد پهلوان و ستاره کلاب حاجی احمدی این گساله را بچه رسول مستقی $5000 ولی جایزه از طرف حاجی باره شناخته شد تبریک و سلطان حاجی صفرالله از بیرق دار بدین از بیرق دار بدین جایزه اعلام میشه حاجی صاحب نکرد حاجی صادر قدم گذاشته در دوست کشیدش آمدید میگو از بیرق دار بدین حضرت محترم ماشاءالله آقای عزیز سیادر سالم دار از بیرق دار داده های که پالان سمی پالان سیادر اثر ماشاءالله آقای زیلان شده سمی پالان سمی پالان بلایت نگرم سمی اولم یک گلتخاری سمی پالوان چپاندازی آشد لیمبای سایغانچی بود که از بیرق دار داده گساله را به خط رساند و سالم سیادرافانی آشد مراغای عزیزی را توانی که سمی پالوان از آن خود بسازم طرف افغانی جایزه از بیرق دار کند از بیرق دار بوده 2000 افغانی از طرف مشتران نکیب الله افریقایی معلم فیض آقا 2000 افغانی از بیرق دار بیرق برو سلطان بیرق دارد نظر ایده برو یسیان بیرق دارد نظر ایده که حکم مجلس آیسا شیرزاوی پالان بیرق از بیرق دار داده محترم عثمان نقیب الله خان 3000 جایزه دارد 2000 از طرف استاد نقیب الله که چکیدش میره بالا تا بالا چکیده 2000 افغانی جایزه یوسف پهلوانی نوجوان طلایت بگیریم یوسف
John. Mahkam tuttakta mayta. Jurasa zamija. Kime tole ko sura chumra sarache. Joyde Usman Nabiyullah. Rafiqoy Malik Fayzohar. Wajinada kaymiyada istekleşi. Wajir rahmatullah aleyhi. Hayk balon ke asar pe Usman Nabiyullah 2000 jayza dora. Bu sabah defteri falan zamanda Cürat Nazar Bey geldi hakemi meydan aldı. Oysa şurada falan Cürat 2000 asar pe Usman Nabiyullah Khan. Joyda çıktı. Azamızın Cürat. Bakın ona bir haber namını koşarak Cürat ki 2000 abone çoğuca asar pe Usman Nabiyullah elan usta. Ya bu keşi imrozi mi bu keşi pandora ham varmış. Ne kulida hamin meydan. İnşallah ki asar pe Acıyacıbullah Şerifi. Behter vakıflar var bu kardeşim. Teşekkürler bahşişi Usman Nabiyullah'ı sarkati. Hera. Haykıbeyacan. Yak yakana vardır. Seri Göçala Camii'nin hakem meydan tasmimi ilanlar bunu yak yakan. یک تک گفتخوار محترم رئیس میراجان احمدزی بازم نام خدا رئیس میراجان احمدزی بود که گوشاله را به سواره است به کریش خود کاتگوری الله سنده 2000 افغانی اثری استان نقیبالله سرکلی اعلان شده بود که محترم میراجان پلان از آن خودساخت به اوج ساحل بعدی شفت اعلان میکنه که $10 رو میرسه و حال 1000 افغانی اثر اوج ساحل هر کسی باید الله پلان است محترم حزب الله مبارز آمر ورزشی ولایت سمنگان امروز اندیوالان میمانشان در میدان بزکشی خوش آمدید میگیم که در میدان حضور پیدا کردن محترم حزب الله مبارز آمر تربیت بدنی ورزشی ولایت سمنگان و آنطور که یک دور مجدد است هر پلانی که اسماعیل پهلوان است محترم حزب الله مبارز آمر تربیت بدنی المپیک ورزشی ولایت سمنگان امروز سرحدی و دیگر همکاران خوش آمدید و حرمتان عرض می‌کنم که بزکشی امروز که طرف آجیل روا اکرمی برگزار شده وی بالای تا میگیرم والا اردو پهلوان است 1000 افغانی جایزه است 1000 هم کم نیست هیکل آدم پهلوان هیکل آدم پهلوان است علاءالدین پهلوان انا في جور قصه شورک نخواه چی؟ یک 1000 افغانی جایزه از طرف آج ساحل 1000 افغانی یک دانه ازاری 5 میشه نصیب کرام پهلوان است یک کم نیست علاءالدین پهلوان است علاءالدین پهلوان است زحمت بکشد دیگه 1000 افغانی جایزه آج ساحل هایی که علاءالدین پهلوان است اسب محترم آشتا و زنبای سمنگانی است اسب سمندی آشتا و زنبای سمنگانی علاءالدین پهلوان 1000 از طرف آشتا ساحل خان جایزه دارد از طرف محترم آشتا ساحل خان 1000 جایزه دارد که اسب محترم آشتا و زنبای سمنگانی است علاءالدین پهلوان چیمگا کمی میدان یک چک افتخار صلاح‌الدین پهلوان با سواری است به سمند محترم آجیسه و زنبای سمنگانی گوشاله را با دوری علاقه سان 1000 از طرف محترم آجی ساحل آتموجه وار دارین چورا $7 از طرف آجی ساحل خان آتموجه چورا هر پالانی گوشاله و خط میرسه قاضی چکیده که $7 از 15,000 بالا میدن اولی $7 از آتموجه چورا مستقیم بیرک نمیرین مستقیم به چور میرین $7 از طرف آجی ساحل تشکر از پیسی در بول بخشی نجیب الله پهلوان بطانه که چون برسانه مستقیم $7 جایزه چی میگه کمی میدان دست نزنی گوشتاله کسی دست نمیزنه بیا نجیب الله پهلوان اسب محترم ایلاقصد میمانای ولایت مزار است
یک چکچک بکنید سواری راست کشور خونه مهمان بزرگ شریف توانست که گوشواره را بچون براشد که $100 نجیب الله پهلوان بلدان خود کرد مبروک باشد ایلاق سیکرا خودی پهلوان Keyin ketdi, keyin unda qarab. Suyu nimoyanda eloqsa 5 Babacha shunday e'lon qil. Yo bu e'lon qilmagan. Salomat. Ana shuni uzoq olib ketdim aylanib. Kerimbo. Qara kiyinish. حضرت محترم مشاور خالقی و صفی الله خالقی $100 جایزه دارد هرگزمی جان $100 جایزه دارد سر مشاور خالقی و صفی الله خالقی $100 جایزه دارد سمی پلوان از دست به آیشه ولیم بای سایغانجی چاپاندازای محترم آیشه ولیم بای سایغانجی است که $100 طرف صفی الله خان و حمیدالله خان $100 جایزه جانی زنجان میمونه پهلوان از پاپچگوی مرامی رئیس فدراسیون دستوردار رزقی سمی الله فولاد گوشالا دفتر سمی پهلوان چاپانداز آیشه ولیم سایغانچی است که $100 طرف محترم سمی الله خالقی و حمیدالله خالقی اعلان شده $100 گوشالا نظام در اختیار پهلوان سمی است چاپانداز آیشه علیم بای سیغانچی گوشالا به دستای مماتی است صلاح‌الدین مماتی از طرف نواسای از طرف نواسای مرحوم Halol ko'tardi. Qaydan ko'tardi? $100 afg'oniy joyza $100 مساوری عصر محترم حاجی عظیم بای سمگانی روشن خان حکیمی $100 جایزه دارد $100 برابر از طرفه امید تا میتونی ایکو ابر سیاز است به آمرسای شیرالی است سید پلوان است $100 طرف یاسین خان حکیمی نظر گاج حکم میدان از امجد چور است چی میگم گوساله دست نزنی حسب گوساله را دست کنه بجور برسوره کجاست آجی یاسین حکیمی شمالا بکنه آیشه نادر خان تیوبی پیش سفاریه گوساله سرگردان سپاس از بخشی آجی صاحب یاسین خان حکیمی که بر ما هم جایزه داده و $100 اعلان کرده آجی یاسین خان حکیمی هر پهلوانی که بتونه این گوساله را به جیب رسونه $100 امریکایی از طرف محترم یاسین خان آیشه یاسین خان حکیمی $100 جایزه دارند $100 اعلان شد پهلوانی که این گوساله را برسانه به جور از طرف حاجی یاسین خان حکیمی اعلان شده همه جورا $100 کم نیست در تولی پهلوانا هر که پهلوان که از طرف یاسین خان حکیمی $100 جایزه دارند میراجان است پهلوان میراجان است دارد پهلوان میراجان $100 از طرف یاسین خان حکیمی جایزه دارند از طرف محترم یاسین خان حکیمی جایزه دارند $100 Mirojan Najvat آجی کلان آشپزی رئیس فدراسیون سرشی بلند سماوانی زیاد زحمت میکشه سپاس از آجی کلان $100 به طرفه حاجی
यासीन खान हकीमी हर पहलवान के गोशाला वक्त मेरा सोना रशीद गोशाला नजदीकी गए अलास नवादारिन अलास अलास बिया साइजी वाला स्कॉर्ट रेशमी राजाना या चाचा खारे साइजी वाला शेरफार खारामान साइजी वाला शेरफार के बसवारे से स्कॉर्ट मोहतरम रेशमी राजाना बागलानी गोशाला वक्त रसंद $7 जो दिलर शुदा वजातर में यासीन हकीमी के स्कॉर्ट रेशमी राजान बहुत बड़ा इस्तेमाल में फैज़ाखा बिस्मिल्लाह खान जिमोन मिसाउर खान अब्दुल्लाह खान व हमचनान आजिज़ आसिफ शमायान bayrak az puşar bayrak var bugün az puşar bayrak ahir dumra ki nazar darim ve mağlumat vaqt jiri khuda keni makafat mora iç anafan yakish Israel dige ustanatem Shamsuddin Malik Fayzoga bismillah jimain Musaur Hamidullah Haji Asif Karjunon Haji Jawad Akrami hay Haji Muhammad Palana albatta $7 sarbe muhtaram Haji Jawad Akrami hay Haji Muhammad Palana $7 sarbe Haji Jawad Akrami e'lon shуда ke Haji Muhammad Palana baswaraste Jirande Karamane Haji Junaydullah Ahmadi go'zallar va ikhtiyor dora $7 sarbe muhtaram Haji Jawad Akrami salim dora nazdiki chira Haji Muhammad Tiwar shika Haji Muhammad Palwan یک چک چک و افتخار حاجی محمد پهلوان بسواره است جیرند قهرمان آشق جنیدالله احمدی هر کس بیعت داده 2000 از طرف شمس‌الدین خان و همچنان از طرف آموزش تربیت بدنی ولایت سمنگان حزب الله مبارز هم جایزه گذاشته شده تعداد جایزه را من نمیگم هر پهلوانی که طور کن به طور اول برسونه شمس‌الدین خان 2000 و جایزه بعدی هم از طرف حزب الله مبارز bayrak از bayrakdor بودیم شفاودین پهلوان از حسب آیسه وزیربای سمنگانی از bayrak بر پهلوان bayrak نشده پهلوانا bayrak نشده خدایی bayrak نشده این 2 سال یک راحت کنیم که پهلوان طرف bayrak اقسام کنه بعد از دیگه هر که پهلوان طرف bayrak خوب قایم کنه بگه شفاودین پهلوان از حسب حاجی برهان عظیمی است او بابا تو شمالی کله شفاودین پهلوان گوساله bayrak کرد تو چور داره که دست بیا بخواه 2000 افغانی از طرف شمس‌الدین سیفان چیوا جایزه بعدی شما طرف حزب الله مبارز الاشاقی های که پهلوان های که شفاودین پهلوان بود گوساله زمین است گوساله زمین است 2000 طرف بچو مرا ها خیر از ولی ویدیو کله تا پایین کو نم تک دور بزنم از bayrak محترم شمس‌الدین خان جایزه اعلام شده که پهلوانا bayrak شده جور است سعی کنید که جور از طرف شمس‌الدین خان 2000 جایزه دارد از طرف شمس‌الدین خان و محترم حزب الله مبارز آمر ورزشی ولایت سمنگان نزدیک چور است خدا پهلوان است نزدیک چور است هر پهلوان که گوساله را بدوار الان میرساند جایزه از طرف شمس‌الدین خان و محترم حزب الله مبارز آمر تربیت بدنی ولایت سمنگان اعلان شده های حاجی محمد پهلوان است چی میگه که میدان حاجی محمد پهلوان جیرنده قهرمان آشق جنیدالله احمدی از حاجی محمد پهلوان باز هم دو گوساله پای در پای حسب قهرمان آشق جنیدالله احمدی است که با سوارکاری حاجی محمد پهلوان گوساله را به خط رسم 2000 از طرف محترم شمس‌الدین خان جایزه حاجی محمد پهلوان دیوار شکر بسوار است حاجی جنیدالله احمدی جایزه ناشی از طرف
غوثالدین خان برود که چکیدش بالا هم میره. پهلوانا کوشش بکنید، جایزه در انتظار شما هست. 2000 افغانی است. غوثالدین خان برود اعلان شد. تشکر از بخشی حاجی صفی الله. ببینید کدام پهلوان گوشه‌ها را بالا کرده. سامی پهلوان است به ایزا برانبای سایغانچی است. طرق ایزا برانبای سایغانچی است. سامی پهلوان از 2000 جایزه طرف محترم غوثالدین بای برود اعلام شده که گوساله در اختیار سامی پهلوان طرق ایزا برهان سایغانچی است. آفرین به چلاوای جان سامی پهلوان فولا کمالای تبینینو یزد چی خوب را میره مثل دیو رفتار داره یزد چلاو بزن و مردی خدا چلاو بزن بلایت بگیریم سمی الله 2000 افغانی جایزه اعلان شد طرف غوثالدین خان برود. های کسانی پهلوان است به طرق ایزا برهان سایغانچی است. گوساله در طور سمی پهلوان است به طرق محترم ایزا برهان سایغانچی. هنوز هم سمی پهلوان تلاش خود را میکند برای کسب امتیاز. 2000 از طرف محترم غوثالدین بای برود اهلیوالای ایزا بلیمبای سایغانچی سالم اعلان شد. دست همار بار سمی الله فولاد همینطور که فولاد است داخل استایشان فولاد است مثل گیان محکم کرده با اسب که راه میره در بین کوره هم میره از بیرق هم خوب میاد چرا میزنیم فولاد نزدیکای چور هم هست. هیچ چانس یاری بکنه این بچه نام دست گوساله را یه اندازه که جایزه غوثالدین خان از آن خود بکنه. شمال دارن گوساله زمین از شمال داره. هر پلانی که زمین گیری میکنه یک دوره شمال کلان برده و گوساله از آن خودش است و سالمی غوثالدین بای برود را از آن خود میسازه. جالبترین مسابقه بزکشی شباوزن پهلوان است. از طرف محترم عزیز آقای اکرمی و مناسبت محفل عروسی پسرشان حاجی احمد خان اکرمی نوازه حاجی اسماعیل بای سایغانچی امروز برگزار شده بود که میمانایی که از ولایت بغلان و بلخ و ولایت همجوار و منطقه شادامت هستند همکار صفت الله پهلوان است به طرق عزیز بای سمنگانی است. گوساله یک دقیقه نچری گوساله جمع نشه کسی حق دخالت را ندارد و جز حکم میدان ریسپان ای از گوساله را اختیار دارد. پشت از این خط آخر لابا شروع میشه. پهلوان ها محمد نماریم جان حسن پسران مردم ایسا غلام ایدربای خرامی ها بلایت بگیر ماسکی هستن شیر را میگردن آخر آواز $100 طرف باشن باید $100 طرف پایل به قیا کمپان آخر اول $100 از طرف محترم آیسا بلیمبای سایغانچی است و $100 از طرف محترم آجیسا طایر خان و یک کمپل جایزه آخر اول است. فعلا این جور از به نوخری داشته شده پهلوان سعید مسعود پهلوان شیرپور است. از به نوخری داشته شده پهلوان بود که بالای خدای که نام خدای پهلوان یک چکچک افتخار سعید مسعود پهلوان شمارده سعید مسعود پهلوان با سواری اسب تازه خریدی الحال شده بایی پهلوان نمیتونی اسموز که شمالات سمندار این گوساله رو بچه نست گوساله بالا شده کدام پهلوان است که خوش نستید کدام پهلوان است اولین آخرین پهلوان است قیم توفان است مکان کن قیم توفان ادول اسوالی پیرد نقشید است قیم توفان میتون آخری آن ردار خود بکنه که تو سخت دارد یک کمپل جایزه دارد از رواج تاریخ پهلوان الحجل روی سیگل جایزه بگذارد که شمالات سمندار دوسرا دوری یک کمپل آخری آن های که $200 جایزه آخری اول از طرف محترم ایسا بلیمبای سایغانچی $100 از طرف ایسا طایر خان مامای داماد یک کمپل $100 جایزه دارد. هر پهلوان که آخر اول به دوری علال میرسد. جالبترین مسابقه آخر اول بزکشی حاجی احمد خان داماد پسر ایسا آقای اکرمی نوازه ایسا اسماعیل بای سایغانچی میزبان مسابقه تمام کامای سایغانچی که مسابقه امروز برگزار کرده بود. های که پهلوان های که سو نجیب الله پهلوان
ایرانی مهمانای ولایت بلخ آخر آوار بسکشی از کانتالیا آزاد خوشه ای دو ساله را بیار نجیب الله پهلوان بکه بسیاری است آخر است این مسجد پهلوان است شیرزمان پهلوان آخر لاغ است همچنان وزیر افغانی بن مساعد خان و حمیدالله نواسه های مرحوم محترم رازق‌های وسیع از آنم از طرف حاجی هستند اعلام نشه قابچینه میگه آسان گرفت اصلا بگو قابچینه پیش نسید برادران حسب محترم آیشه شیرزمان پهلوان آخر مانده خیلی مانده حاله کم زیاده است نجیب الله آخر مانده بست خلاص برادران نظر به هدایت کماندان صاحب پیکار برادران دی سر صدا سرندیگر بجای از پای نکنین هر پلوان با زور و بازوی خود دارد خلاص بکنی طرف صفات که آخر است که شیرزاد قدمlarga شیرزاد قدمlarga $7 yakta qolin گوشی ما را کار کردن منطقه پیشری کامرا اعلام کنید تبریک باشه بچه ولیندای نام خدا چپنی که از طرف آیشه طاهر خان آیشه نراهای اکرامی و خاموی سیغانچی مد نظر گرفته بود و آیشه ولیندای سیغانچی رئیس فدراسیون دستکشی ولایت سمنگان و آیشه شروع بلند